15 دکامبر در قصر ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مشورت کاری دایر کردند. در کار مشورت اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ولایت‌های سوغد و ختلان، رئیسان ناحیه‌های پایتخت، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، مسئولان ساختار و مقامات نزد پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان، دیگر اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی و بانک‌ها اشتراک کردند. مسائل مهم و روزمره در مشورت کاری بررسی شده تامین نمودن اهالی با نیروی برق و گرمی و مواد غذایی، وسعت دادن تدبیرهای آبادانی و سازندگی، حفظ امنیت آذوقه‌واری، استفاده ثمرناک زمین‌های نزدیک‌حولگی و پرزیدنتی، سرعت بخشی کشتی تیرماهی و تیاری به کشت بهاری، استفاده ثمرناک گرمخانه‌ها، تأسیس جای‌های نوی کاری، آماده کردن تخمی‌های اعلی صفت، آمادگی همه‌جانبه به تجلیل سزاوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی، میزبانی شهر دوشنبه در چهاربینی‌های بنقشه گرفته شده منطقوی و بین‌المللی از جمله همایش سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی، رسانیدن کمک‌های مادی به طبقه‌های نیازمند جامعه و در مجموع اندیشیدن تدبیرها آید به بهتر نمودن سطح زندگی اهالی کشور و نظارت نرخ محصولات در بازار استعمالی بودند. نخست در کار مشورت در رابطه با فرارسی فصل زمستان و افزایش طلبات مردم به نیروی برق، سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه اعضای حکومت و راهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را به تأسیس گروه‌های کاری در هر یک شهر و ناحیه، جان‌لا کردن تدبیرهای فهماندهی در بین مردم آید به استفاده صرفه‌کارانه و با انصافانه و مقصدناک نیروی برق و به طور قطعی پیشگیری کردن اسرافکاری جلب نمودند. تأکید گردید که وابسته به وضع امروزه ذخیره‌های آب کشور در فصل زمستان باید هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها صرف نظر از شکل مالکیت، نظام استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق و پیشگیری کردن اسرافکاری آن را رعایت نمایند. زیرا هرچند که ذخیره امروزه آب بسنده است، در صورت استفاده اسرافکارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می آید. وابسته به استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین‌های نزدیک‌حولگی و پرزیدنتی که از راه‌های اساسی تامین اهالی با محصولات غذایی و تنظیم نرخ در بازارها می باشد، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که کارهای فهماندهی در بین اهالی وسعت بخشیده شوند. طبق معلومات در کشور مساحت چنین زمین‌ها 214,000 گکتار را تشکیل می‌دهد که 107,000 گکتار آن زمین آبی بوده، 32% زمین کارم کشور را در بر می‌گیرد. موافق معلومات سازمان ملل متحد سال 2021 برای ساکنان سیاره سال وزین‌ترین می‌گردد. بیش از 270 میلیون آدم با سبب کمبودی مواد غذایی با گرسنگی و قیمتی روبرو می‌شوند. بنابراین پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضرور شماریدند که با مقصد افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی در کشور، میدان کشت و کار زراعت‌های کشاورزی مخصوصاً کارتوشکا و غله‌دانگی‌ها زیاد کرده شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روند کارهای سازندگی را در مملکت تحلیل نموده اظهار داشتند که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان وقت نهایت کم مانده است، ولی اجرای کارهای آبادانی تا امروز همگی 65% را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات باید تا روز جشن باز زیاده از 9,000 انشاءات ساخته به استفاده داده شود. دستور داده شد که اعضای حکومت، سرپرستان شهر و ناحیه‌ها از حساب ساختارهای مرکزی، رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و جماعت‌های شهرک و دهات به مسئله وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی دقت اولین درجه دهند و اجرای پروژه نقشه تصدیق گردیده را تأمین نمایند. همچنین برای در حالت خوب نگاه داشتن راه و عقبه‌ها در فصل زمستان و رعایت حتمی قاعده‌های ضد سوختار در تمام تشکیلات و مؤسسه‌ها از جمله مؤسسه‌های اجتماعی سفارش‌ها داده شدند. به خاطر تأمین اهالی با مواد نیاز اول مسئولین دستور گرفتند که با استفاده از ذخیره‌های موجوده در مرکزهای ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها
خصوصا در پایتخت مملکت یارمارکه‌های فروش محصولات کشاورزی و دیگر نمودهای مواد غذایی را منتظم تشکیل نمایند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در رابطه با تأمین زندگی شایسته مردم به خصوص طبقه نیازمند اهالی برای در عرفه سال نو میلادی رسانیدن کمک‌های مادی به یتیمان و معیوبان و عائله‌های کم بضاعت به حکومت کشور، مقامات اجرایی حکومت دولتی، ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و وزارات و اداره‌ها دستور و هدایت‌ها دادند. حالا در کشور دور نهایی آزمون فروغ صبح دانایی که با تشبث به واسطه پرزیدنت مملکت تشکیل گردیده به کشف استعدادها مساعدت کرده ایستاده است جریان دارد. سرور دولت محترم امام علی رحمان طلب کردند که این تدبیر فرهنگی باید با ترتیب معین شده و عادلانه و واقع‌بینانه جنببست کرده شود و هیئت حکمان به این مسئله اعتبار جدی دهند. اینچنین تاکید گردید که شرکت کنندگان غالبان آزمون از جانب رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها هوسمند گردانده شوند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان دایر به کار منظم انشاءات انرژتیکی خصوصا پیوسته تامین نمودن اهالی شهر دوشنبه با برق و گرمی، تامین رشد بمیلان ساحه‌های صنعت، معارف و تندرستی و فرهنگ، بلند برداشتن سطح خدمترسانی به ساکنان و مهمانان پایتخت، بهداشت حالت انشاءات راه و نقلیات، آبرسانی، خدمترسانی کمونالی، بازارها و سودا، بنیاد انشاءات معارف و تندرستی، فرهنگ و ورزش و سالمگردانی به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، رهبران وزارات و اداره‌های دخلدار و دیگر شخصان مسئول سپارش‌های مشخص دادند. دستورهای دیگر همچنین برای بلند برداشتن مدنیت شهرنشینی ساکنان پایتخت، نهادشنانی و کبودیزارکنی خصوصا در عرفه جشن نوروز، نگهداری محیط زیست و تأمین زیبایی و تازگی خانه‌های بلند آشانه استقامتی، تأمین نمودن فعالیت منظم کارخانه‌ها و مهیا کردن جایهای نوکاری، ولایت قانون، ترتیبات جمعیتی و پیشگیری جنایت و جنایتکاری داده شدند. در آخر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اطمینان ابراز نمودند که مردم سربلند و وطندوست مملکت، اهل ضیا و هر یک فرد باننگ و ناموس کشور عنعنه‌های نیک بنیادکاری و سازندگی وطن مقدسمان را ادامه بخشیده با سرجمعی و متحدی برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و آبادانی پایتخت آن سهم باسزای خویش را دریغ نمی‌دارند.